اینجا سروستان ساعت 9 صبح چهارشنبه هم است. اومدیم اینجا ما صبحونه بخوریم بعد بریم طرف اونجا. این هم پسر منه بار. بگو سلام. بگو سلام. افتادی؟ وایسا جاتون سبز. سیرابی درست کردیم اینجا. صبحونه میخوایم بخوریم راه بیفتیم بریم. منم زنم با مامانم، همین با پدر خانمم اینا. بابام هم نیومده. یه پارکی ما رو تو سروستون. اینجا اول فسای وارد فسا شدیم. دیدارش آفرینش مگر معجزه نیست؟ دنیا و آسمون و زمینش مگر معجزه نیست؟ بیدار شد ایمان دل شیار شد اصلا نوبندگان از کدام راه برم؟ بریم از تو شهرم راه داره.
نوبندگون از کدوم راه برم؟ نوبندگون دل تو بغل بگیر بغض خودم پشت پنجره وقت دیداری بازم همیشینه تو پنجره همیشینه تو پنجره آجی نوبندگون از همین راه برم ابو با
سوپرمارکت محمد زدم ما میگه شاید از پیر مرد اسم چیزیه تو چشم تو بیدار بشه صدا بزن اسمم تا زمستونم بهار بشه وقتی تو نیستی تو خونه یه غم سرم چیزی نیست توی دلم میگم تو پاک دلی هزار بشه اون که میونه من و تو کنم به دردمون دوچار بشه سر به ستاره میزنم سکه ماه میشکنم یه روز اگه دستای من به دستای تو یار بشه
خودت هم میشناسم. چشم تو پنهان نشست را بزن اسممو تا زمستونم نباید بشه یه غم نزدم چیزی نیست توی دلم میگم که کاش دلم بزار بشه اون که میونه من و تو اینجا جای دیدنی هم داره یا نداره آجی؟ بگم جدی من خودم برای همیشه نیستم که اینجا محله کلیمیاش که گفتن کجاست؟ کلیمی زندگی میکره اینا. همین تو همین کوچه بوده. توی کوچه ها بوده؟ تو همین کوچه ها؟ تو همین همش مخروبه شده ها؟ خرابه شده؟ همش خرابه همین کوچه بوده. کسی هم هست دیگه اینجا کلیمی که زندگی بکنه؟ نه. دا- جای دیدنی بازار چیزی نه اینجا جای هیچ جا نداره یه کجان؟ مال چند سال پیشه؟ چند ساله اون باز از قدیمی ها سوال امامزاده چه بکنی؟ میخوام فیلم برداریم ازش. چند ساله؟ مال چند سال پیشه یه امامزاده بود؟ اما زدم؟ ها اینجاش میگن محله جودا. بله جودا 10-20 سال رفتن. بله خونش هم مخروبه. اینجا هر که کاربارش خوب بشه درست. بل میکنه میره شهر. بودجه یعنی که کسی امرار میکنه وقت حالا بخش بوده، حالا تازگی دیرتار شهرداری دادن نوبنده. بله حالا 3 روزه بعد حالا کلیمی های تو اینجا زندگی هیچ میشه؟ که ها این کوچه درچی با اینجا کوچه کلیمیه؟ اینجا همش کوچه خرابه. بله البته بعد از کلمی ها مردم مسلمونا خریدن میستن، اونا هی کاربارشون خوب شده هی رفتن، باقیشون اینو تعمیر نمیتونن کنه اینجا خونه اونجا اینا. کسی هنی که اصلا بیا بگه اینا کجا زندگی میکنن. شما نوشتی هم که حتمی بدی شهردار بدی شهردار دیرتوال دادن اینجا. دادن؟ بخشدار داره اینجا 10 سال بخشدار. همه چی میدونه. راضی هستید از اونا شما؟ از بخشدار؟ بخشدار حالا چه دست شما نمیدونید چی دست در میاد نمیاد. تازگی پرستاله یا شهردار دادن نوبنده خودمون نرفت. حالا شما راضی هست اینجا؟ حالا راضی امران باید بشه. اینجا ما در مقابل شهر دویده که زاد شهره من کربلاغ اینجا عقب افتیده. اینجا مردمش ساختن با این زندگی اینجا. همه خونه‌ای که اینجا همش همین اینجوریه یا مرتب شده درست شده؟ اینجا میگن فاز 1 و 2 3 اونجا آباده. همش اینطوری آباده. درست. البته کوچه بیابونی ها 3 ریله میگن خونه سازمانی ها. بعد اصلا الان کلیمی هم دیگه اینجا نه 10-20 سال دیگه نیست. خرابی نوبنگو اینجا کسی نیست که ها برای بخیرن تشریف بیارن. یا این خراب شده بارون خرابش مرور زمان هی صاحبش توش با شده. وسایل ماشینی هم نبوده که مثلا برون بیاد در خونش. هی قربان بوده، درزدار بوده، پاسدار و رفته تو شهرسون بالاخره فعاله کارگر اینا هم تو تبری خونه خرابیه. اینجا فقط مال کلیمی ها بوده؟ یه زمانی ها ده بعدا هم شخصی نیست توی. الان اینا هم مال این محل هستن. ارامن هم نداره، ارامن هم بهش رفتن. الان اینا بفرمایید. گام میگم شده اینجا گو شلمچه شده یا تماشا کن. الان هم تو بفرمایید. نه بله الان بفرمایید. اینا ها الان بفرمایید. الان اینا همش خرابه. نگاه ایبر بکن بفرمایید. اینا ما اینجا زندگی میکنیم. الان اینا اینجا زندگی چه بکنن مردم؟ این همه آشکال اینا این صاحبش الان کجا خونش تخت جمشید خونش سینایی اینا بچه‌هاشون شیرازن. ها این همش خرابه. یه 2 تا اون خونه سازمانی افغانی نه افغانی هم کتاقی داره نه افغانی تاق دونه ها اشکنی نه بابا هست دونه هست 3-4 تا هست. کلیمی هم میشناخته که اینجا رفته باشه؟ ها اینا همینجا خونهشون بود، دکونشون بود. حاجی اسحاق، ایمو، یوسف، لالزار، بگی اینا من یادم خونهشون همش اینجا بودن ها؟ همینجا بزازی داشتن، عطاری داشتن. تو اینجا شهرداری اجازه نمیده بزنید زمین بسازید؟ چرا حالا شهرداری 2 روز اومده. درست 2 روز اومده تمین چه تصمیم بخواد بگیره. 2 روز اومده شهرداری. جای معتاد و فلان. ها راست میگه اینجا اینطور. الان اینا بعد وقتا مجبورن الان زندگی خونه اینا خونه اینا. خوبرتا خونه ما. چه بکنیم مرد؟ اصلا چراغ هم نداره اینجا نه؟ چراغ حالا شو دکوری فقط هست.
نباید اینا بیان کسی الان ما مسئول نمیدونیم کیه اینجا یه بخشداری داری این هم بخشداری یه ساعتی ممکنه الان اصلا چی دست بخشدار نی بیا نگاه کن 10 تا بخشدار تا حالا اومده و رفته از اول انقلاب تا حالا 5 6 تا بخشدار اومده همین دیده شما از اینا ناراحت نیستی؟ چرا آمیان چرا ناراحت نه این آقا زمین سبزه اینجا آقا میرن سوزن میزنن آدم معتاد میره این پشت پناه میره حاجی بگه چی دارن چی گفتی چیه تو نمیگه صاحبی اونم خرابه اونم که نقد توش خرابه همش ادامه داره بیا 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 اینجا شب میشه اصلا توی محله هیچ که رد حاجی هستم با گرگ رو شما آدم زهرشی حاجی بیا حاجی دارم میگیرم استاد از رو برو میگم بخشدار میدونه اینجا خرابه یعنی اینجا دیگه خونه بوده اینجا سر شما خونه بوده صاحبش آقا رفته الان فصل خونه داره شیراز خونه ول کرده اینجا به علت کوچه بوده و وسیله شما نظرت چیه چیکار باید بشه که اینجا آباد بشه ما خیلی در روی نداریم شهردار کمک کنه بخشدار کنه مسئولین بالاتر پایینتر از طرف آستانداری از شیراز پس هر که مسئوله بیا ما نجات بده ما که پولی نداریم بریم فصل شیراز خونه بخریم همینجا زندگی میکنیم خب بودجه داره شهر که بخواد این کارو تازه کنه 3 روز شهرداری دادن بودجه داره شهر ها بودجه تو بخشداری عالم بخشدار در جریان هست یعنی ما خود دعوتمون نمیکنه ما آشغالشون میارن این اشغال میره این اینجا بیسین آبادی یا آبادانی از روی زندگی الان از اتار میگم درش اثر نیست طوری راهنی میوتره باز راه کن باز همون سر اینجا خب در پیکه نداری خونه نه اینا های بعد تو بفهم خوب جای اینا نشو بده بگو با حالا کی مسئولی کاره حالا یه دوستای حالا کیه که حالا بودجه مملکت حالا کجا ببینی از چی بگیم حرف بزنیم بکنیم حالا بفهم این زندگی نفهم دستشویشون خوبه بفهم این زندگی نفهم زندگیشونه یا بفهم بی ثابت سلام همجا باش سلام بابا بفرم یه طرف شهرداری ناموندم میخوام شاید خدای محمد که اینو یه چی داده اصلا فرنج زندگی الان که داده که حسن فوت کرده این بدبخت یه پسری انداشتن رحمت خدا را اون حسن فوت که حالا بوده من نمیرسه دیشب بود آدم قبل ما منصوف اون رو هیچ زندگی نداریم ناسه. بخوریم خدا بزرگه خیلی آنون سرانه باشه این بنده خدا داشت حتی آب و برقشون هم آب برق ندارم دارن آب برق داره آب خودشون کشیدن برقشون از پایه گرفتن برق آبو هم جوری تو کوچه آب نداشتن قبلا اینا درست زندگیشون یه سه شو کن باشی نمیخوابم کسی خواهم در کسی اینه آدم کجا کی ببینه نظرت چیه بعد چیکار بشه چیکار نظر باید بشه ما که با مسئولین اونایی که واقعا کمک از بدن. اسلام میزنن اونایی که میگن باید روستاها حرکت نکنن بیان تو شهر بیان این وضع ما ببینن آباد کنن هرچی اونا بگن ما حاضرین الان ما منطقه دیگه هم هست که اینجوری باشه بعضی جا هست که ناکن نون خوردن گیرشون نمیاد نون خوردن گیرشون یعنی نمیاد آدمی که اینجا مونده دن نمیتونه برای یه خوده غله بکنه تو شهر یه فصل کار کنه مجبور اینجا بمونه ما نیست میگه ما نداریم خرج کنیم نداریم البته اون میگم این حالا بخشدار هست و بخشداری جلوتری بخشداری همه که اومدن میدونن دیگه بعضی نومن کنید این خونه هاشون او کشاورزیشون نه اوه نه آبادی فصل از خونه شون اینجا کشاورزی میان سلام حالتون خوبه ردی نه متعلم بندو لالا که تو دست من حل کن اینا خونه جوده بوده اینجا خونه کی بوده خونه قدیم خونه جوده بوده اینا میشناسیش نه از اینجا رفتن ها
رفتن خارج یا رفتن رفتن شیراز؟ اسرائیل همشون. یعنی خونه اسرائیل. رئیسشو بوده از اینجا. اینجا خونه رئیسشون بوده؟ ها اینجا خونه رئیسشو بوده. بیا حالا ما گرفتیم کردیم مرغداری. نگاه کن این خونه رئیسشو بوده. حالا بیا که بریم. اسمش هم میدونی رئیسشون؟ اسمش ملا داوود بوده. مال داوود. اسرائیلی بوده. همشون رفتن خارج ها؟ همشون رفتن ها. حالا بیا بریم جا نشونت بدم که مستقیم بریم. بیا بارود کنده شده. این کو؟ نقشه. اون آقا اینا بالای سر کله طاووسی مشخصه. آها. اگه خود شهر همت کنه میتونه درست کنه اینجا. بیا حالا خب حالا راهی هم نداره که بریم پایین اتاقا فیلم برداری کنیم. این اتاقا که سقفش چیه است. بیا مخصوصا این دالونو میدونی یکی اینجا یکی اونجا. اینا از پایین اگه بری فیلم برداری کنیم نگاه کن. این طاووسی با گچ ساختن گله همین برشه همه جا اینجا بوده. پولدارشون اینا بودن ها؟ ها این رئیسشون همینجا بوده. ازی بر بیا و ازی بر. اگه بریم داخل یه اتاقا اینا خیلی قشنگه. حالا از اون بر اعتماسی بریم پایین. یا الله یا الله. بفرم ازی برم. گاز نداره اینجا؟ نه گاز هم نداره نه؟ نه گاز هم نداره. هیچ جاش نداره یا فقط این منطقه او؟ هیچ نداره. کلا هیچ نداره. نگاه خونه همش قدیمی خراب شده. می‌بینی؟ شما نظرت چیه؟ چه کار باید بشه اینجا؟ والا اینجا باید دولت درست کنه ولی خب کسی به فکر نیست. همه جوونه بیکارن. همه صبح که شد اینجا همه سر کوچه بیمیسن. همه بیکارن. خرجتون از چی میگذره؟ خرجمون هر کی از این بر اون بر خودش که اینجا درآمدی نداره. هر کی میره این بر اون بر. چرا نمیایین شهر شما؟ و دیگه بودجه ندارین که بیاین شهر. بفهم. بازم این هم کلمی بوده؟ این هم از کلمی بوده. اینجا محله بیسمونی بهش میگن. محله بیسمونی نوبندگون. محله چی؟ محله بیسمونی نوبندگون. ها. کلا اینجا چند تا جود داشته؟ جود خیلی. از اینجا محله بیسمونی هست تا بره و اول محله کلوها. درست. او کلوهای هر که وضعش خوش داره رفته شیراز و برمشتی پاکی پیرزن و چیه مونده. شما بخواید تفریح بکنید تفریح اینجا کجاست؟ تفریح هیچی. تفریح بعد بری شهر ها؟ ها باید بریم شهر. ده اینجا همه فهمیم دورش بیابونی میریم اونجا. حالا از اون بر بریم پایین. اینجا زیر زمینی بوده ها؟ اینجا یه زمانی از زیر زمین از طریق کانال زمان قدیم به خونه با هم ارتباط داشته. درست. از این راه میرفتن مثلا؟ از این برها مثلا از اینجا میرفتن توی از اینجا میرفتن مثلا توی این خونه. همشون شبا با هم مثلا با این کانالا در رابطه بودن چون دوز و این چیز زیاد بوده. از این بر مثلا هر کدوم زیرش کاناله ارتباط داشته از طریق زیر زمین. درست. برو. قیمتی هم اصلا. حالا از اون بر که رفتیم از اون برش هم بگیر. یه نخونه پولداره بوده مثلا کلمه که وضعش خوب بوده. اینا هم زیر زمینی بوده برای انبارشون های چیا.
راه داشته به خونه اوری از اینجا. درست. رفته بنزم اوور او چا آبشون هم بگیر. نه اوور. بیا ولش کن رد شد. اینجا چرخ میگذاشتن اینجا جای چرخ بوده. الان خشکه ها. الان دیگه خوش شده ها. از اینجا چرخ میگذاشتن آب میکشیدن برای خوردنشون. درست. جای چرخه اینجا چرخ میگذاشتن آب میکشیدن برای خوردنشون برای نگاه این سر طاووسی میگه ما این سرش دیگه مونده. خدا میدونه که اینا ساخته. من 200 سال پیش. ما همین 200 سال بیشتر. از کی خرابه شد؟ اینا تقریبا الان 10 سال خرابه شده. 10 سال پیش کلیمی توی زندگی نه می‌کرد؟ کلیمی نه و حاجی حسن کریمی بود. این منطقه مالک اینجا بود. حساب مال او بود. اونم که دیگه بعد چی شد رفت شیراز. رفت ها. تو ولش کرده کسی هم نه خراب شد. تصمیم دارید شما هم بیاید شهر؟ نه شهر که ما درآمدی نداره که بیاین شهر. زمین ندارید بفروشید بیاید شهر؟ نه. اونجا مسجدشو بوده. مسجد. کجا؟ اونجا که آثار دیگه مونده اونجا مسجد بوده. که در چوبی داره؟ ها نه اینه ای که هلالی هستا. اینجا مسجد کلیمیه بوده. یا الله. بله. اسمای قدیمی ها بپر بیا پایین. الان دارن میگن آجا یا آقا داره میگه. اینجا مسجدشو بوده. مسجد. یه مسجدی هم اونجا بوده که مخروبه شده بود فیلم برداری کردی. اوور. الان چیزی هم ازشون هست مثلا توراتشون؟ نه اینجا کتابشون. اگر آنچی بوده بردن همراه. بردن ها. یه خیابونی هم تو اسرائیل هست به نام نوبندگون. یه شهری هست یه خیابونی. ها. حالا این از طریق مردم میگن از طریق حالا روزنامه یا ماواره و فلان و بنده بساط میگن هم یه شهری هست به نام نوبندگون چون همش اینجا کلیمی زندگی میگرده. محله جودنشین بوده. اون خانه اصلیشو او هست. اون که درخت میدونید چی بوده؟ او نمیدونم اسمشو از خود صاحب خونه بپرسید. او خونه اصلیشو بوده. اینا از طریق زیرزمینی در ارتباط بودن. مثلا اینا دیگه مثلا یه چی جزئی از روش ساختن. اینا زیرزمینی بوده یه چی جزئی روش خودشون دیگه ساختن. درست. بریم حالا بیرون؟ ها بریم. بریم از خونه هم که میگی بگیریم بریم. اونجا اگه در نداشته اون مدرسه هم اونجا هست. اون نگاه کن اونجا. یه چی آثار جزئی ازش مونده. کنار سپاه هست. تو تاقچه از همین تاقچه از اینو بگیر توضیح هم بده. بیا تازگی خریدن یک کنیم. تازگی خریدن یک کنیم کار. تازگی خریدن کنیم. این تاقچه هایی که زیاد داشته هرچی داشتن میگوشتن داخل تاقچه ها. یه چمدون و چیه نبوده. چرا؟ این گرفته اونجا اونجا همه چی گرفته خونه حاجی هستن. اینا همینجا بود. سنگ نه همینطوریه. اینا همش مال کلیمیه بوده مال جوده بوده همش کلن. درست. این هم برای یابوشون و چیه بوده. برای یابوشون و چیه بوده اینجا همش برای گوسفند و که تو بخوای بری نرفتی و محله جو خونه هست. خونه که تو زندگی میکنه. یه دوزموز نداره؟ چرا نداره؟ مال خودم شهر رو یا مال بیرون شهر؟ من اینجا مال او بری به همه جا. اقدر معتاد داره همیجا. همه شده جای تزریقی ها.
اینجا 2 تا مسجد هم داشته، یکی اونجا بود یکی هم اینجا هم مسجدشونه، اینجا مخروبه شده بود. پشتون نشونش دادیم خونه قاسم اینا. بازم اینجا چیه درو؟ ها؟ درو چیه؟ این درو مدرسه بوده، اینجا مدرسه بوده، مدرسه قدیم بوده، کودکستان خود نبود، مدرسه بوده اینجا. مدرسه بوده. ما هم مخروب شده. ها این مخروبه شده. خب حالا بگیر زیرزمینی‌هاش هم بگیر. زیرزمینی‌هاش هم بخواه اینا. نمیخواد دیگه. حوضش بوده. اینا از طریق کانال به هم رابطه داشته قدیما. الان نگاه او کانالشونه ها، نگاه اینجا کانالشونه. چاو می‌بینی داخل این کاناله میدونی؟ از طریق کانال همه خونه‌ها در از توی چاو میرفتن؟ نه این کاناله ارتباط کانالو. داشته. ها اینا از طریق این کانالا ارتباط داشته. اینجا من امین صدای امین بزن کاظم. نمیشه اینجا بری پیش اینا گذاشت. اینجا نگاه اینجا بگیر خب. امین اینجا طویلشو بوده. نگاه این خان بوده اسب داشته. نگاه اونجا همین اینجا هر کدوم جای اسبی هست. همه خونه خراب کرد. اینا مال مشتی پیرزن بود، همین تو ولش کردن رفتن. تا سال 65 کلیمی اینجا زندگی میکرد؟ نه سال 65 نه، الان حدود اول انقلاب کلیمی اینجا رفتن. از اول انقلاب تا ولی سال 65 که دی خونه افته دست این نوبندگون ایشیا اینا اومده سیل اومد، این خونه خراب شد، هر کی ول کرد رفت. کلیمیه بوده. یا الله در ببند درو ببند کس نه تو. ببندش خواهد میام. این خونه رئیس کلیمیه بوده. اسمش هم بگو نه راه همه چی بگو. اسمش حالا نمیدونم چیه. حالا خودش سواله. نه ابراهیم. امین نه ابراهیم. نگاه اینجا بکن. یا الله. نه ابراهیم. یه مقدارشون تلویزیون پخش کنه. پخش میکنی؟ شبکه شیراز. بود که گرفتی واقعا پخشش کنی. مردونه اون بیا. نگاه کن. ابراهیم ای برو یا او برو. سلام آج خانم. حالتون خوبه؟ اجازه بده باش صحبت کنم. سلامتی. سلامت باشه. آج خانم اینجا خونه مال کیه؟ این مال مختار سینایی مرد خودش حالا کلیمیه؟ نه بگو چه جلوتر مال کلیمیه بوی بوده. بچه آمد جلوتر مال کی بوده قبلش؟ قبلش مال یه چی یه نفر خریده سیرم بوده فروخته ما دیگه میخواستم بر مرکه فروخته ما او جهودی که توش قدیم میشناسه اون نمیدونم. کلیمی بوده کی بوده اسمش؟ حاجی اسحاق حاجی اسحاق رئیس کلیمیه بوده. نه دکتر بود دکتر بوده. از اینجا درش کرد همشون در کردن که برن فلسطین رفتن بردنش فلسطین؟ اسرائیل همون اسرائیل. همون اسرائیل این خونه قبلا مال اونا بوده. بیا ما خیلی هست بیا بودیجا من نرسیه که خراب کنیم درست کنیم و اینا بودیجا نرسیم. خانم شما نظرت چیه؟ بعد چیکار بکنه؟ بله از محصولات چه چیزی داری؟ هیچی ما نداریم هیچ میخوای چیکار بکنه؟ اینجا درست بکنن درست نکنن مرتبش کن. خدا پدرش من بیام ما از خودمونه. نظرت بگو چیکار بکنه؟ درستی نداری که جمع و جور باشه. من دل پیرم مریضم کورم چند تا بچه داری؟ پدر نداشته باشم 5 تا پسر دارم. همش هم مجرده؟ نه زن استاد رفتن. چند تا زن سده؟ 4 تا 5 تا زن سده. این پسرت ها؟ نه این بچه 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 اونا هم تو همین شهرو هستن؟ نه اونا شیرازن قشمن 2 تاشو قشمن 3 تاشو 2 تاشو بیار. اینا قدیمی ترین ای است. اینجا آشپزخونه هست یا؟ به استاد رو برو نیا تو آشپزخونه. همینطوری. به استاد یا آشپزخونه. خیلی تماشاگره. هم چرا؟ من پندرم. می‌بینی چه آشپزخونه شاه نداره. شاه که راه نداشت. داشت والا. شما که می‌بینی شاه داشت. یک قرفه 2 قله
دقیقاً. زنی قراره همه داری توشن رفتن چی بپوشن پارچه فروش هم مجرد. نه پارچه نداره ها بس آره پلاستیک و منه این های زیر زمینی بوده نگاه از این بر راه داشته از این بر همش راه داره راه داره میخوره به جای دیگه. من زیرو اینجا آستار باستانه میش میکنن نشان مرتبش کنن. خب دیگه حالا کسی نیست کی کو کجا یه کارانسره داشتیم خرابش کردن میان نمیکنن درست میکنن 5000 سال پیش بود قدیمی قدیمی ترین خونه هیچ که نداره همش خراب کردن ما ساقانمون نداشتیم پول نداشتیم تو مونده بچه اون آواره خونه قلشون شیراز نیستن خونه قلشون قش نیستن این خونه هم داریم بچه اون خونه قلشونه به خدا همش 150 الان این خونه ما هم پرستمونه ایدی هم میمخونه مونو نیکی بندمونو همه چیزونه ایه ایده همه چیزونه نه که خود ما هم خودی بچه تنه حسن این بچه میدارم پرده مال علم نزن نه جودو من نمیدونن کیه بزن بیا تو هم باید بگیرم بابا بابا اینجا افسر زبانه از اینجا اومدید اینجا جاتون سبز کباب کباب اینجا و هم اینجا خیلی سبزه امروز بابک مغازه تعطیل کرده اومده اینجا از نوبندگان که گفتی فیلم برداری کنیم فیلم برداری کردیم از قسمتی از شهراش فیلم برداری کردیم اینجا آبشارشه آبشار استوانه جاتون خیلی خیلی سبزه کباب داریم کباب دارن کباب میکنیم دیدی نکن خدا بابی جان آسی؟ نه نفر چند تا سیب کنیم؟ نه بابا بزن گردم بزن خیلی سبزه اما خانم جاتون سبزه اونایی که اونجا هستن همه جاشون سبزه همه جاشون یعنی چی؟ میام دوماد ما داریم میگه بخواه کبابیه میگه همه جاتون سبز یه خورده نصیحتش بکنید با تلفن ارشادش ببین نکن همه زندگی رو خراب کردی یا موی ماشین مانو مشکل کاری هم نمیشه دارت بگردن انشالله قربون خیلی حالا دارم بده من آخوله خدا آی خب مینا فروخته خواهی ماشه دیمونش کنم نه دیگه نیست مامان مال دوربینتونه قربونه مامان بیشتر بزن سر مامان رو آتیشون نمیشه هر بار بیشتر بزن میگم نمیگیره رو آتیش دستکو بده بکشم سیب میخوای فکر نکنم راستی بیا میخوای یه جوان بزنی سری سبزه بسونه دادی ایشالله بچه نایدم خوب میشه
آقا قدرت هم سبزه. از اول لگی نگرفت. جای همه سبزه. سعید، مژگان، مرزاد، بهروز، مرجان، سمیرا، آقا پیام، نگار خانم، همه تو جا تو سبزه. مامان هر کی فیلمو ببینه ما بیخبری اومدیم، تصمیم نداشتیم که بیاییم. صبح ساعت 6 تصمیم گرفتیم اومدیم. صبح ساعت 6 تصمیم گرفتیم. بابایی گفت اگه میخوای بیری من یافته میتونم بیام. آقا رحیم اومده شیراز به خاطر آقا رحیم گفته 20 رو اینجا نیستم، اومدیم فیلمو برای بهمن تهیه کنیم. تا اونجایش که تونستیم براتون فیلم برداری کردیم. نزدیک بودم بگیرنمون، گفتن برای چی فیلم برداری میکنیم؟ گفته خبرنگاری شما دیگه باید تمنا و خواهش تونستیم فیلم بگیریم. بابک معاون شهرداری بگی چون تو فیلم گفتیم بابک از طرف شهرداره بهش ابلاغ کردن که بیاد اینجا فیلم برداری کنیم برای دهاتا. بارباد بگو سلام کن به بایا بیاید مامان بخورید با مامانم بیاید بابای پسونو شو پسونو برم کنیم برم نقمه ای پسونو باید زودی بخوری بابک بخورید خواهی که دیگه اگر این ماسه سلامتی اینایی که اینجا نیستن، سلامتی اینایی که خارج هستن، همه تو اینجا تو سن. برنه داره؟ بهش بگو ببین به پیام بگو پیام برره ببین بهش بگو برره ببین